مثل بعضی از ابله‌های هستن که میگوید کمبغل از حساب بیعقلی کمبغل میشود. چرا وی کمبغل شد؟ بعضی ابله‌ها هست، بعضی آدم‌های هستن که از حد گذشتند، بعضی آدم‌های هستن که مغرور شدند، میگوید کمبغل از پیش خود کمبغل میشود. و خدا کمبغل نمیکند. انسان سرکش یقین بدان پیغمبر تو میگوید الفقراء يدخلون الجنة قبل الاغنیاء ب500 سنه. همین تو آدم بای، همین تو آدم مغرور در یک گوشه ایستادگی هستی. همین فقیرهایی که در دنیا شما با اونها رحم نداشتین 500 سال پیش از شما راحت جنت میبینن، وارد جنت میشوند. این سخن پیغمبر ما و شماست. باید که ما غمخوار مسلمان باشیم. ما باید که این پولی که خدا به ما داده است از این در بیزنسی بهترین نیست، این تجارتی بهترین است وقتی که تو در یک برادرت صدقه میکنی.